چند سال بعد شهادت صدیقه کبری جنگ صفین اتفاق افتاد. از زمان دفن حضرت زهرا تا جنگ صفین 28 سال طول کشید. 28 سال گذشت. ابن عباس من حنا خمیر کردم، تو چادر امیرالمومنین بردم، گفتم آقا موهای سر و صورتت سفید شد، حنا بزن، قیافت جوان‌تر نشون بده، زیباتر نشون بده. فرمود ابن عباس هنوز من عزادار فاطمه و خضاب نمی‌کنم. یعنی هنوز گریهش، قصه‌اش، تأسفش، رنجش خاموش نشده. امام مجتبی می‌فرماد ما بچه‌ها، من، حسین، زینب، کلثوم، هممون سعی می‌کردیم پیش بابامون اسم مادرمون رو نبریم، چون هر وقت اتفاقی ما اسم مادرمون رو می‌بردیم مثل روز دفن مادر زانو بغل می‌گرفت و زار زار گریه می‌کرد.